بالاخره چند تا ماشین درست و حسابی قراره به بازار ایران عرضه بشه. تمام ماشینای چینی رو بزنین یک طرف، این ماشین هم یک طرف. اسم این ماشین جیکو J7 که در حقیقت از برند چریه و قراره با نام لوکانو L7 به بازار ایران عرضه بشه. دو تا مدل داره، بنزینی و پلاگین هایبرید، که هر دوش به بازار ایران عرضه میشه. علاوه بر این ماشین یه نسخه لوکستر یعنی لوکانو L8 هم قراره به بازار عرضه بشه. همونجور که میبینید طراحی ظاهری خیلی جذاب و متفاوتی داره. این طراحی جذاب توی داخل ماشین هم میبینید و کلی هم امکانات داره. 6 تا کیسه هوا، رادار خطخوان، ترمز اضطراری اتوماتیک، سنسور نور و باران، تابلوخوان، صندلی جلو جفت برقی و همراه سردکن و گرمکن، دوربین 360 درجه داره و چند تا حالت رانندگی مختلف که توی آب و هوا و شرایط مختلف جاده‌ای میتونین امتحان کنید. علاوه بر این ماشین دو دیفرانسیل، پس خیالتون از بابت آفرود رفتن باهاش راحته. زیر کاپوت این ماشین یه موتور 1.6 لیتری توربو قرار داره. حد اکثر توانش 197 اسب بخار، حد اکثر گشت آورش هم 290 نیوتن متر. گیربکس هم از نوع 7 سرعته 2 کیلوجی تره. به نظر شما این ماشین با چه قیمتی عرضه بشه ارزش خرید داره و در کل نظرتون راجع به لوکانو L7 چیه؟